قوی ترین نام خداوند برای دسترسی به ثروت بی‌پایان. اگه هر شب قبل از خواب با خدا صحبت کنید، خدا سورپرایزت میکنه. فقط طبق معمول نذار ذهنت دخالت کنه. موقع خوندن دعا با تمام وجود با قلبت بخون، نه با ذهنت. ذهن واسه آدم زیاد داستان درست میکنه. هر کدوم از این دعاها رو اگه بخوای با ذهنت بخونی، یا دخالت میکنه و میگه ای بابا دلت خوشه ها، چجوری مگه میشه؟ مگه با 2 تا حرف آدم پولدار میشه؟ مگه با 2 تا حرف آدم زندگیش عوض میشه؟ باید کلی تلاش کنی و زحمت بکشی. مگه با درآمد فلان میشه خونه خرید؟ خب دیگه تموم شد. دخالت ذهن مساویه با همون آش و همون کاسته. اینجوری بهتون بگم. امیرالمومنین علیه السلام فرمودند کسی که 100 آیه قرآن از هر کجای آن را بخواند و سپس 7 بار یا الله بگوید، اگر دعا کند که صخره‌ای از جایش کنده شود، انشاءالله کنده خواهد شد. قبل از این که بریم سراغ ادامه ویدیو، لطفاً این ویدیو رو لایک کنید. اسم اعظم یا اسم الله اکبر به بزرگترین نام خداوند اشاره داره. در واقع نامی وجود نداره که از این نام بالاتر باشه. الان سوالی که پیش میاد، اسم اعظم خداوند در کدام سوره هاست و کدام یک از آیات قرآن اسم اعظم آمده؟ در پاسخ باید بگیم که 5 آیه رو قوی ترین اسم اعظم خداوند برای برآورده شدن حاجت میگویم و گفته شده هر کس این 5 آیه رو که اسم اعظم خداوند در آنهاست هر روز 11 مرتبه بخونه، برای اون هر کار مهمی ساده شده و به زودی به حاجت دل خودش خواهد رسید. اولین آیه سوره مبارکه بقره، آیه های 255 تا 257. دومین آیه سوره مبارکه نساء، آیه 87. سومین سوره طه، آیه 8. چهارمین سوره تغابن، آیه 13. پنجمین سوره آل عمران، آیه 2 بسته. اگر تا اینجا از ویدیو خوشتون اومده، قطعاً آخرین مورد شما رو شگفت زده خواهد کرد. پس تا انتهای ویدیو رو همراه ما باشید. و اما میرسیم به قوی ترین اسم اعظم خداوند برای ثروت و حاجات. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند برای خدا 8 اسم وجود دارد که در قلب خورشید و در بهشت درخت طوبا نوشته شده و هر کس قبل از دعا آن را بگوید، دعایش انشاءالله مستجاب و ثروتش افزون شود. آن 8 اسم عبارتند از یا دائمو، یا حیو، یا بترو، یا فردو، یا احدو، یا قویو، یا قدیمو، یا قادر. دعای دست جمعی زودتر اجابت میشه. برای مستجاب شدن دعاهایمان در کامنت بنویسید الله اکبر.